بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم. کسی که قرآن می‌خواند و معنای کلمه ها و جمله های آن را می‌فهمد، خوشا به حالش، زیرا که هم از فهم معنای آیات های قرآن لذت می‌برد و هم به نهایت پاداش و ثواب می‌گیرد. اما کسی که زبان عربی را نمی‌داند و معنای آیات های قرآنی را نمی‌فهمد، آیا قرآن خواندنش فایده هم دارد یا نه؟ پاسخ این سوال را در داستانک نوبتی ما خواهد یافت. مرد قرآن می‌خواند ولی معنای کلمه ها و جمله های قرآن را نمی‌فهمید. روز پسرش از او پرسید: قرآن با زبان عربی است، شما زبان عربی را نمی‌دانید، معنای آیات ها را نمی‌فهمید، پس چه فایده دارد که قرآن می‌خواند؟ پدر بجای اینکه به سوال پسرش پاسخ بدهد به او گفت: پسرم، سبد بارکشی را بگیر و از آب دریا پر کن و برایم بیار. جوان پسر با تعجب گفت: این کار ناممکن است، زیرا آب در سبد نمی ایستد. پدر گفت: کار گفتگی ام را انجام بده پسرم، امتحان کن کنی چی می شود. پسر سبد را که در آن انگشت می گذاشتند گرفت و به طرف دریا رفت. سبد را زیر آب کرد و برداشت و با سرعت به طرف پدرش دویده آورد. ولی همه آبها از سبد ریخت و هیچ آب در سبد باقی نماند. پسر به پدرش گفت: این کار هیچ فایده ندارد. پدر گفت: دوباره امتحان کن پسرم. جوان پسر دوباره امتحان کرد ولی موفق نشد که آب را برای پدر بیاورد. دفعه سیوم و چهارم هم امتحان کرد ولی باز هم فایده نداشت. جوان پسر از این کار خسته شد و به پدرش گفت: شما کاری بیهوده را به من فرمودید، این کار هیچ فایده ندارد، یگان خیل نتیجه نداد. پدر آرامانه لبخند زد و به پسرش گفت: این سبد پیش از این که به آب رود در چه وضع بود؟ جوان پسر فهمید که سبد به خاطر انگشت سیاه و چرکین شده بود، ولی حالا باشد کاملا پاک و تمیز شده است. پدر به او گفت: این کمترین کار است که قرآن برای قلب انسان انجام می دهد. دنیا و کارهای آن قلبت را از چرکینی و سیاهی پر می کند. خواندن قرآن همچون دریا دلت را پاک می گرداند، حتی اگر معنای آن را ندانی.